Sidre'den gittim götürdü hemen. Bir kaza oldu o demde. خانم زیلون شما هستید؟ منم قماندان. دخترتان کجاست؟ مادر جان این چیست پسرم؟ یک زن اینو فراموش کرده است. تنی بجوش گذار. برده میدیم خرسان میشود. احمد پسرم. خواهر جان شما فراموش کرده. نه مادر جان نجاتت مادر جان. از اینجا من یک رفته خانم صدای تفاهم چی بود؟ کجا رو تفاهم کردم برادرم؟ چی واقع شده است؟ چی گپ است؟ تو با عمر رو با کجا گذاشتی که چرا هم با ما در بچه نترکید؟ من از کجا میدونم سینو؟ همه آماده شود خیز که چه مسجد را آتش میزنیم. همه آدمانی در مسجد بوده هلاک بشون سینو. با فکرم تو مرا نشنیدی که چه رفتیم همه از پس من. همه جا را کفتیم. دختر در خانه نیست قماندان. کلیگم زنی دخترتان کجاست؟ من نمیدونم قماندان. شما را دستگیر میکنیم. او را برید. اطاعت رفتیم قماندان. راه گردید زودتر بیاید زود باشید. راه گردید. چرا ایستاده؟ این خدا چی گفت؟ چی؟ از روشنی میترسید؟ بلا زندگان ها کیستان چرا ایستاده؟ روتا پرانه یک چیز رو نمیکنم. یا آفرین سلامت باشی. آیا تو هر روشنی آوردی؟ کچه با خدای کچه که اینه کچه زود باش. کس گفتم اما چه دوچو میکنیم زودتر زود بس. سینان چی واقع رئیس چی شد؟ شما همتون اطلاع رو خورده. چرا سینا باید در اینجا بگرده؟ سربازان در دهند. زود از اینجا روید. فهمیدم از اینجا میروید کچه زودتر. بی عقلها. مرحمت قماندان مرحمت. خانم زیلا گناه ندارند. خواهش میکنم او رو نبرید. با سلاحداران همکاری کردنش را اعتراف نمود. اگر سلامتیش خوب نباشد یک چند روز مهلت میدهیم. بیماریش جدی نیست. لیکن این کار رو برای دخترش رو نجات دادن کرد. این رو همه میدونند. بله راست. بدونید خانم زیلا انسان خوبند. وظیفه من او را به داستان سپردن است. آن طرفش را سود خواهد می‌کنید.
بگناهت میدونم. شما رو پرسش نموده جواب میدهند. خالای زیلو سرتان رو بردارید. گریه نکنید. برای چی گریه میکنم نمیدونم. برای شرمنده شدنم یا برای دخترم رو نجات دادن نتوانستنم. شما شرمنده نشدید خالای زیلو. شما مادری میباشید که برای فرزندانش جانش رو فدا میکند. انشالله برفین هم نجات مییابد. برفین رو نجات ده پسرم. او رو صاحبی کن. او با تو او خواهرت حساب می شود. برفین را صاحبی کن. رفتیم بچم. اطاعت قماندان. بیاید رفتیم. خانم زیبا. خانم زیبا. بیچاره زمان رفتیم میرویم. آگاهی. صدقسız. خالای زیلو حیاتشون رو سوزاندن. طرف بدی کار رو فکر نکنید. خالای زیلو رها مییابند. هممون بیگناه بودنش رو میدونیم. لازم شود ما نیز ضبط بیانات میدهیم. برفین چی؟ سربازان او را نیفتند. با فکرم از ده رفته است. شاید باز به نزد سپاهداران رفته است. او هم حیف شد. او حالا جوان است. بسیار هم دختر دل صاف و با تمکین بود. نمیفهمم چطور به دامی آنها افتاد. او را زهرالود کردند. با داروهای دادهشان ماینه سری او را خراب کردند. رزیلان. رفتیم. زینب با تو چی شد؟ زینب چه شد؟ زینب هر انسانی من با شما خلیتر آموزاندم. پرنده بالوناش برداشتیم. با من بیا کچه. کنی مشق بالون دوام گیره. من اومدم قماندان. با دیهاتون رفتی مجده؟ با خبرگیری مادرم رفته بودم. مادرت سلام گفته بیا. فکر کردی افش کلاب نکوری ازی؟ من چیکار کردنم رو نمیدونم. اگه سینان عقلم در جایش نیست. من دارو ده. بده. من میروم بنازی جنابی سبا میروم 2 نفر را جزان. این ابله را باید به نظارت نماند. فهم سینا. سلاحت در کجاست مجده؟ گم کردم. نخواد سلاح را گم کنی اصلا. چرا گم کردی؟ برای سلاح را گم کردن از میرکشم. سینا بزن. حضرت رو از دختر نبرا. کچه من میروم. جنابی سبا مرا انتظارم. او هم با من میرود. کنی نشترو راه کرد. کنی بچه ها با بیرون برای خلال نرسون. خدای توبه سلامتیش خوب بود. با او چی شد دکتر؟ خواهی نشوید آقای حامد. فشارش پس شده است. سببش حادثه های روزهای اخیر به سرش آمده است. به خود میباید. شما خواهی نشده به خونه اتون روید. مایلش خوب. طاهر
تنها نگذار. تو رو تنها نمیگذارم زینب. هیچگاه تنها نمیگذارم. مرا تنها نگذار. خوش آمده جناب. ناراحت نشو. شین. برای تو یک وظیفه بر اومد. در دست یک خواهین دارم. این خبر رو نزدیک در همه جا پهن میکنی. یعنی تشکیلات قربانی میکنند؟ خیلی خوب. این خیلی خبری خوب میشود. انشالله. جناب مرا جیغ زدید؟ سینان آمده ایستاده است. عزیز رو دستگیر کرده در یگانجا محکم کنید. این خیانتکار همانجا مرگش را انتظار شود. اطاعت جناب. اکنون رو. خوش. گرسنه نیستی؟ نه سلامت باشه. نه. حالت خوب است زینب؟ تشکر زیاد طاهر. اکنون من روم. بشین زینب. با تو صحبت کردن میخوام زینب. اگر در خصوص خانه دار شدن باشد این موضوع رو محکم کردیم طاهر. نه زینب، من با تو خانه دار شدن میخواهم. میدانید اگر خانه دار شدیم چی میشود؟ یک قسم حیاتتان رو برای زنده ماندن من صرف میکنید و بوی میدهید. قسم دیگرش رو باشد پس از به حق سپاریدن من با غم و اندوه میگذرانید. شما این رو تصور کرده میتوانید؟ شما چی کار کردنتان رو نمیدانید. از این دیگر روید، مرا فراموش کنید. کسی دیگری را یابید با خانه دار شده فرزند دار شوید. خودتان رو نسوزانید طاهر. مرا فراموش کنید. من چی کار کردنم رو میدونم زینب. زینب خوبی دخترم؟ خدا را شکر که با پا خیستی. ما را سخت ترساندی دخترم. خوبم پدر، با فکرم کمی خسته شدم. باید استراحت کنم پدر. میلش با بالا برآمده استراحت کن دخترم. رو. السلام علیکم آقای حمید. و علیکم السلام دکتر. با شما صحبت کردن میخواهم. بخیر است دکتر، مرحمت. من عرف و عادت شما رو نمیدونم، برای همین نمیدونم از چی سر کنم. من با زینب خانه دار شدن میخواهم. عزیز چی گفت؟ چرا داد میزنی؟ چرا به کار نرفتی؟ عزیز رو میکشند. تو چی گفتن تو میدانی؟ آدمانی سبا میویند. بیا عزیز از اینجا گریخته وگرنه تو رو میکشند. تو چی صاف صدا میگوری از اینجا؟ جنابی سبا برای چی مرا میکشند؟ من قریبی به تو باوری دارم گفته بودند. با خدا بگوشای خودم شنیدم. در نزدشان یک مهمانی ناشناس بود. جنابی سبا با او صحبت میکرد. بعد به این بود گفت که عزیز رو در یگانجا محکم کنید، همانجا مرگش را انتظار شود. چیزی میگویی؟ بله. یک دمیز من سلاحم را گیرم. زودتر عزیز آنها حاضر رسیده میآیند. ایسا با کجا میرونی؟ ایسا آمد کجا میروی؟
چرا این کارو کردی طاهر؟ دخترم، من دکتر رو شخص جدی حساب نمی کردم. باور نمی کردم که با تو خانه‌دار می شود. لیکن او در حقیقت هم به تو نیت خانه‌دار شوی دارد. من با طاهر خانه‌دار شدن نمیخواهم پدر. من با او صحبت کردم. آمده از روی رسم آینمان تو را خواستگاری میکند. پدر، من خانه‌دار شدن نمیخواهم. زینب، قرار را من میبرارم. نمیخواهم گفتم پدر. دخترم، هم نمیخواهم میگویی و هم در خوابت نامش را میگیری. آخه تو هم او را دوست میداری، پس چرا نمیگویی؟ زینب، توی میشود. زینب، دخترم، ایسا. زینب، دخترم، در را کجا صحبت میکنه، مشورت میکنه. زینب، در را کجا، در را کجا زینب، در را کجا میگوید. اما کی زکو یاریدی جوانم رو میکشم. با خدا جانم بیشتر با قرارش رو برآورده از خطی چه اکنون یکم کار کردن نمیشود. جناب سینون می آیم. بافین سرده مرا دوشم خوش آمدی پهلوان. خوش آمد. خیانتکار در کجاست؟ مرحمت به درون داره. گذارید از پس من آید. جناب خاکی پایتان شوم جناب. عزیز را نکشید خواهش میکنم. دور کنه. گیره دورا گیر. عبدالله نکشید اف کنید جناب. بیدی چو میکنم برونم. بردار. جناب التجا میکنم مرا نکشید جناب. جناب مرا نکشید خواهش میکنم جناب. راست بشی پایم. گیره دورا. ایبار روزنامه نگار را بیار. حاضر جناب. جناب خواهش میکنم مرا نکشید. روزنامه نگار چی لازم جناب؟ او همش را ثبت میکند، هم برای ترغیبات تشکیلات و هم برای ترسانیدن خائنان تشکیلات. یعنی یک راهی ترساندن. بله. بیا روزنامه نگار بیا. لبای جناب. با قتل رسانیدن این خائن را پناهوار میگیرید. احمد سر کنید. رویم را پناه کنید. مجده یک دم ایست. التماس مرا نکشید. شما هم رویتان را پناه کنید. مجده تو هم. خاکی پایت شما التجا میکنم. آماده ای ابله؟ آمادم. خیلی پناهوار میگیرم جناب سبو. سینان مرا نکشید. مرا پناهوار نگیر. اوی ابله من با تو گفتم که مرا پناهوار نگیر گفتم نگیر. این قربانی برای خائنان و جاسوسان در تشکیلات بوده درس عبرت شود. نکش سینان، نکش مرا سینان این کارو نکش مرا. ایست واقعا پیشی مرا نگیر. احمق تو مرا مسخره میکنی. ایسا سینان او حق است. پیش او را نگیر من ثبت کنم. شد فهما مرا نکش سینان نه پران التجا میکنم مرا نکش. ایست با چی شد؟ خونالود شد. فهما اکنون آماده ای ابله. تیار شدی؟ تیار. مجده رویم را کشا. ایباد لبای جناب. این خائن را برده یکان جای دور پرتوید. برای او قبر حیف است. رفتم. راه گردید. ها واقعه های در اینجا روی داده در بینمان مانند.
و این دهه اصلا آمدی ما رو هم نمیدونی و نمیشناسی. فهمو؟ ما سرچشمه خبرهای ما رو پنهان می‌داریم جناب سبا. و نگر اگر یگان کس فهمد این آخرین خبرت میشود دانستمان. خب به فکر مادامی باوری ناگ می‌نمایی. فراموش نکن از این نوار نسخه های زیاد میخواهم. وای چی بود؟ چی میگوین دیویدی؟ فهمون؟ البته جناب. یای اینجا بیا. امر نمایی جناب. او رو نازکک احتیاط کنید. خوب شده است جناب. خیر میلش برای کار. او را از کجا یافته جناب سبا؟ یکی از روزنامه‌نگارانی که به دهه آبی کلان آمده است. باز ما را نفروشد. نمیفروشد. او خیلی نام برآوردن میخواهد. پول را خیلی دوست میدارد. خبرش را از آنمون گرفتم. نمیفروشد. پروا نکن. فهمو اگر با ما یگان کار نداشته باشید به قرارگاه برگردید. حالا ایست شتاب نکن. با تو گفتنیه دارم. برادر از عهده ترکاندن این مسجد نبرآمدنت سردارانمون را ناراحت کرده است. اگر خواهید برای اصلاح خطاگیم به دهه هجوم کرده دکتر را صبر کن سراسیمه نشو. دکتر نمیشود سینون. دکتر نشود پس معلمه را آخر او را باید به ما میسپاریدند. عصبی نشو. او را البته به ما میسپارند. اولو میبینی. زینب دخترم در را پوشا. خاندار نمیشوم گفتن از من میدارد. سودای دروید از اینجا. نخود دختر برآمده با شما صحبت کند. ای بس شما روید من با صحبت میکنم. نه ینگه بکشاید چاره دیگر ندارد. زینب شما کاردار نشوید. گفتم که من با او گپ میزنم. مایلش ینگه شما با او صحبت کرده چی در داشتنش را فهمید. من میروم. خیر زینب پدرت رفتند. درو شو دخترم با تو صحبت میکنیم. کنی بیو اینجا شین دخترم. جانکم شیرینکم خوشبویکم زینب جان در دستی من به بایه رسیدی. تو و آیشه برای من یکی. گرچنده نگویی هم دختر رو دوست داشتنت رو میدونم دخترم. کسی نیست که او رو دوست ندارد. انسانی خوب است پاک وجدان است. از جوانی خوبترین نیست. میدونم دخترم. خیر میلش فرض کردیم که او رو نمیخواهی. که اویل دور میشوی. وقتت هم رسیده است. همی خیل میگردی. ینگه من خونه دور نمیشوم. دخترم چی ها میگویی؟ برای چی اویل دور نمیشوی؟ چی تو رو باز میدارد؟ کنی با من سببش رو گوی. چی شده است؟ گوی زینب من به جای مادرت هستم. اگر یگون مشکلی داشته باشی گپ زن دخترم. حاضر اون چیزی که به شما میگویم هیچ کس نباید فهمد ینگه. مایلش دخترم. من بیمارم. دخترم نامزد دکتر است. تو رو تبابت بیماری من درمان ندارد ینگه. من سرطان. هر لحظه مرگم رو انتظار شده. آیله دار شده نمیتوانم ینگه جان. بیماریم رو سایر هم میدانند. نمیخواهم که از روی دلسوزیش با من خانه دار شود. اکنون برای خاندار شدنتان هیچ مانعی نمانده است. کنه ببینیم زینب چی میگوید. مادامی که امکی حمید راضی باشن زینب هم راضی میشود. به اینم همون میدونید که اون نیز به شما عاشق شده است. به قریبی در دیه همان طول میشود انشالله. انشالله دیلو. مبارک شود آقای طاهر. تشکر.
وای دخترم اینجا در درون. چه واقعی اما که حمید؟ با خیر است آقای حمید. دکتر راست است که زینب بیماری سرطان است. جواب ده، بگویی که دروغ است. بگویی که زینب بیمار نیست. چرا خاموشی دکتر؟ چرا خاموشی؟ شنید آقای حمید شنید. جواب ده. بیایید شنید. جواب ده. شنید. بیایید اما که حمید. مرحمت. بیایید شنید. آروم شوید. جواب ده دکتر. گوی که بیمار نیست. متاسفم نه. او بیمار است. زینب وقتی در شهر بودنش به این بیماری گرفتار شده است. برای روزهای آخر حیاتش را نزد شما و دادرش گذراندن به ده برگشتن. تا اونی که زنده است به ده خدمت کردن میخواهد. گوی که بیمار نیست. دکتر او باز چقدر عمر میبیند؟ این رو تنها خدا میداند. اما که آقای حمید با شما چی شد؟ خوبید؟ خوبم. خود رو احتیاط کنید. زینب دخترم زیق نشو جانکم، زیق نشو. خودت میدونی که به تو زیق شدن ممکن نیست. دارو دارم یانگا جان، استعمال میکنم میگذرد. خواهد مایلش حاضر برایت آب میارم. گیر جانکم. زینب دکترم. پدر زینب شما چی شد؟ اکای حامد با شما چی شد؟ با شما چی شد؟ رافع آقای رافع. آن جناب سید. بهار شده است. کمی سیر و گشت کرده تا به اینجا آمدم. یک بار خواستم خاطر رسان کنم که وقتی بردن معلم رسیده است. جناب سبا بیایید شرطنامه ما رو دیگر کنیم. من در شما کسی دیگر رو دهم. اگر خواهید امیر رو میدهم. چی گفته؟ تو این طور میگویی، لیکن من نمیشود میگویم. گوش کن رافع، نزدم آمده برای دخترت زاری و تولو کردی. به عوض دخترت معلم رو میدهم گفتی. مصلحت کردیم. التماس با من کمی دیگر مهلت بده. مهلت دست. یا معلم رو میدهی یا اینکه دخترت میمیرد. تقریبی برای معلم را بردن میآیم. خیر چو خوکی پایتون شوم اما کسی کن گوید عزیز رو با کجا بردن. جسدش رو چرا با من نمیدیم؟ باور کن نمیدانم خدیجه. کاش از دستم یکون کار می آمد. عزیزی رو با کجا برده؟ کشترت وقت نبود که جسدش رو هم نصف کرده. ظالم‌ها. جسد نیست، رو از اینجا. او را برده پرتافته. ایدار نکنه داخل. گوید که جسدش رو در کجا پرتافته. شوهر از تشکیلات خیانت کرد. با فرمان جناب جزایش را دادم. برای این گونه آدمان قبر حیف است. رو هم نزدم. خیز رو دخترم به خانه رو. از دستمون کاری نمی آید. نخود بکفن و دو جلو درم. حیوان است مگر. آه سبا، خدا جزایت را دهد سبا. اینش بود که باشد.
اوه جناب خوش آمدید مرحمت دارید. خیر است رئیس. آمدنی مرا فهمیده از خونت میگویید؟ نه جناب این طور نگویید. اگر آمدنتون رو میدونستم تیاری میدیدم. مرحمت جناب دروید. لازم نیست. من سراسیمم. همینجا میشود. مرحمت خوش آمدید. من هم خودی حاضر به نزد شما رفتنی بودم جناب. تو بیگم بالا نمیایی؟ جناب تلفن رو گوش میکنند. خواستم با خودم به نزدتون روم. خانم زیل رو میدونید، مادری برفین را. وای همون زنی که ریش مونده به تشکیلات همراه شده بود همون رو میگویی؟ برد از او خلاص شدیم. خیلی مور جناب کی رو گفت؟ او زنده است نجات یافت. چی؟ همین صبح سربازان برای به تشکیلات همراه شدنش او را دستگیر کرده بودند. نخواد در عملیات خوب بود. حتما شما را هم دیده است. دشمنی تشکیلات است. از کارهای تشکیلات با خبر شده است. اگر چیزهای دیدهش رو با سربازان نقل کنند. راست میگویی. من یک گذشته این زن رو کافت و کب میکنم. در هر کجایی که نباشد او از ما خلاص نمیشود. راست جناب راست. قماندان از جای بش قرآن افتیم. فهمو میتوانی برای اطاعت. شینید. بگویید که خانم شما مسلمانید. این چه سوال است قماندان؟ الحمدلله هممون مسلمانیم. مادامی که مسلمانید نمیدانید که تشکیلات بدین است. من این را نمیدونم قماندان. لیکن من با تشکیلات هیچ علاقه ندارم. پس چرا با تشکیلات همراه شدید؟ به خاطر دخترم قماندان. با دخترتان چه شده است؟ دخترم در دست سلاحداران است قماندان. پس شما چرا با آنها همراه شدید؟ برای دخترم را نجات دادند. چرا دخترتان به کوه برآمد؟ یک دشمنی خونین ما او را زنی سیم کردن خواست. از او گریخته به دست سلاحداران افتاد. آنها باشند به دخترم دارو داده عقلش را تیره کردن. میدونید که مثل دخترم صدها جوانانی دیهمان را فریب داده مجبوران به کوه بردن. همه آن جوانان فرزندانمان دادر و خواهرانمان حساب میشوند. سلاحداران برای ما هموطنانی فریب خوردهمان به حساب میروند. شهروندان این کشورند. اگر شما آمده در وقتش آنها را صاحبی میکردید حالا دخترم همراهی آنها نمیبود. قماندان من نیز با تشکیلات علاقه ندارم. برای دخترم به کوه برآمدم. غیرت کن باز هم. غیرت کن. کوشش کن. او را بسیار احمد سینا. کوشش کن. جزای گریختن همین است. سخت عذاب میکشی. از این بدتر میشوی. سینا چه گپ است؟ مژده کچه آماده شوید. آماده‌ام سینا. با فکرم کسی را دستگیر کردند. این ابله را از کجا یافتید؟ او را در پایان دیزل دستگیر کردیم. تو کیستی؟ من روزنامه‌نگارم. در اینجا چی میکابی؟ یا اینکه از جانت سیر شده ای؟ من به دهه آبی کلان میرفتم. یعنی به دهه آبی کلان رفتنی بودی ها؟ برو کابید. آیسته باز نشکند. نجام گفتم. نجام بابلا نجام. سینا این چی است؟ کنگوی این چیست؟ جواب ده ابله جواب ده. چرا این رو همراهت میگردانی؟ این رو چکار میکنی؟ جواب ده احمق. برای کشتن یک نوبکار. کی را کشتن میخواهی؟ کی را کشتن میخواهی؟ گپ زن. سینا گپ بزنی یا نه؟ سینا مگر این دکتر نیست؟ در روزنامه چاپ شده است. بله برای کشتن طاهر آمدم. نخواد. خدایا چرا طاهر را کشتن میخواهی؟ از این آدم انتقام میگیرم. از در شهری کلان برای آدم کشتن آمدی. این جسارت را بینیده؟ هیچ گپ نه ها؟ در درون باز با هم گپ میزنیم.
اول شکمت را سیر کن. مجده لبای سینم. با مهمان خوراک ده. خوب شده است. با من بیا. رو خوراکت را خور. شما باشد چیز چاره او را جمع کنید. آبا سینم. زودتر باشد. سینان چه گفت؟ چرا با اون معامله خوب کرده؟ جناب سبا نمیخواهم که دختر را به قتل رسانیم، لیکن اگر او کشد به ما گپ نمیرسد. از کجا معلوم که او راست میگوید؟ حاضر همش را معاین میکنیم که چه. آقای حامد چه حال دارید؟ و من چی شد دکتر؟ دلتون شما رو سخت آگاه میکند که زیخ نشد. خودتون رو احتیاط کنید. دیلو با آقای حامد سوزنده رو گذارید. منش آقای طاهر. زینب پدرم چه حال دارند؟ بهتر شدند. با آن کس چی شد؟ دلشون زینب دلشون. آخر او صحت بود. یک و یک باره به او چه شد؟ خدایا توبه. غم و اندوه. آقای حامد از این پس باید خودشون رو احتیاط کنند. بیماری دل خیلی خطرناک است. من میتوانم پدرم رو ببینم؟ البته. من هم دیدن میخوام اپا جان. بگذار اپا تنها دراید. پدرت رو ناراحت نکنیم. میلش. خدا خواهد پدرت شفا میبره. تشکر دیم پدر جان خوب هستی پدر جان؟ خدا را شکر خوبم دخترم. سخت خباتی شدیم پدر. سبب بیماریتون غم و اندوهی زیاد بوده است. با شما چی شد پدر؟ چرا اینقدر غم میخورید؟ زینب دکتر تو را خیلی دوست می‌دارد. با او خانه‌دار شو دخترم. آقای حامد شما چیزی گفتید؟ طاهر ما میتوانیم پدرم رو به خانه بریم. حالا کمی استراحت کنند بدتر میبریم زینب. و این چی راست؟ بلا زند این ناممکن است. ثبت نشده است. من چی طور این کارو کردم؟ ای خدا صاحبش خون شد. بکار درو بلا زند. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظیم. پیسرم تو حتی جنازه هم نکردیم، قبر هم نداری. پیسرم بابا جون باش با چی شد؟ عزیز خدیجه بخش تو مند آب بیار. عزیز چه گپ شدی آقا؟ احوالی مادرت بد شد، برایشان آب میبرم. پدرش چی حال دارم؟ احوال پدرم هم خوب نیست، اما که رضا رو بردم. شوهرت از دنیا گذشت، فقط چیکار میکنی خدیجه؟ خودم تنها چیکار میکردم؟ به خونه مادرم میرم. تو این طور میگویی لیکن آنها تو رو رفتن نمیگذارن. برای چی؟ شوهرم مرد، من بیوه موندم، آنها منو دیگر چیکار میکنن؟ تیرو فاش نکن، لیکن تو رو به دادن شوهرت میگم. تو چی ها میگوی؟ آنها عقلشون رو خوردن؟ نمیدم و با این روزی نمیشه. تو دیگر علاج نداری خدیجه، خودت میدونی در اینجا عادت همین است. چه خیلی که گفتم غم و اندوه به شما ضرر دارد. حالا باشد یک چند درو میدهم، آنها رو البته استعمال کنید. علی آب میاری؟
حاضر میارم آقای دکتر. خدا از تو راضی باشد دختر. دکتر بیچاره در ده یگان کس ندارد. پس از غیب زدن بابای ابراهیم تماما تنها موند. راست میگویید خالای گلی. بابایم آقای طاهر رو پشتیبانی میکردم. حالا باشد تنها موندم. گوش کن زینب، اگر تو با دکتر خانه‌دار شوی پدرت او را صاحبی میکند. پدر و عمکت او را پشتیبانی میکنند. نخواست که او را تنها گذاری. آخه تو او را دوست میداری. دخترم رد نکن، راضی شو. دوست داشتت رو چرا تنها میگذاری؟ راضی شو دخترم، با او خانه‌دار شو زینب. پدرت هم خوشبختیت رو بیند، او را هم فهم. هر یک پدر خوشبختی دخترش رو دیدن میخواهد. همین تفنی دلو. من چی گویم خالای گلی؟ شما حق هستید، لیکن قرار رو باید زینب ببرم. خوش دخترم، چی فکر داری؟ کنی بیانگر بگوی. مایل شنگه، هرچی که شما خواهید. آفرین دخترم. انا این گپ دیگر. دیلا، از خورسندی میگیریم. تو رو تبریک میکنم. خدایا شکر میگوییم تو را. خدا شیرا پس بود گوشه که میکند. از اکای حامد پرسید. چه شده است حامد؟ بخیر است؟ بخیر است اکا، بخیر است. به نزدیکی توی زینب میشود. دکتر آماده شو. بگاهی آمده زینب را از من خواستگاری کن. مرحمت. تشکر. دکتر با تو چی بدی کرده است که او را کشتن میخوری؟ بینمون دوای خونین است. هرچی که شما فرمایید جناب صبا. که چی شده سینان؟ به دهه آبی کلان رفته. رافع را یاب. اون معلمه را به تو میسپارد. او را گرفته به قرارگاه چند نفر بیار. همراه هم گیرم. خدا تنها رو هجوم نمیکنیم. کار کرده معلمه را به اینجا بیار. لازم شود مسلم به تو کمک میکند. روزنامه نگار. بله. اینجا بیا. چیزی چورات را گرفته برا به مقصدت میرسی. کیچه تو را به ده میبرد. از اون دکتر انتقامت را گیر. او را میکشم، نصف میکنم. کنی رفتن از قسم بیا. آفرین. راو کجا؟ داروی من بده. اکنون برای دکتر و معلمه ساعتهایی به شمار مانده است. برای چنین روز یگان لباسی ندارم. اینجا دیگه هست. لباس اهمیت ندارد. شاید زینب اهمیت دهد. غیر از این بگوه برای من خیلی مهم است. راست میگویید. انا اینش میشود، اما اون رو درزمال کردن نکن. من درزمال کردن میورم. تشکر دیلو، تو بهترین دوستی. خدیجه بیا شین دخترم، شین. شوهرت هم مرد، تنها موندی. ما قرار دادیم که تو را با فرهاد خانه دار کنیم. خوبه جون این طور نگوید او برادر شوهرم است.
او با من هم برادر حساب میشه. عرف و عادتمون همین است. چیز و چارت رو جمع کن کلین تا گاه از اینجا میرویم. خدا جان من اکنون چیکار میکنم؟ چیزوی اووردم رو با پوسپون سپوریدم. رفته از اون میگیری. اگر یگان چیزی دیگر لازم باشد گپ بزن. حلوا میخواهم. با من حلوا بیار مایلش. ها مایلش فهمیدم. باز یگان چیزی دیگر لازم؟ نه تشکر. فهمیدم. چرا مرا به حبس خانه میبرید؟ تا برآمدن حکم سود در اینجا میماند خانم زیلا. مایلش خدا مددگارتون. نامتان زیلال است. چطور به تشکیلات میبرای؟ چند بار گفتم به او خوراک نده. به خدا که دیگر نمیکنم. تشکیلات کتاب‌های نو فرستاده است. میدونم. همین که زنها آمدن تقسیم کنید خوانند. جزایش را دادم. دیگر حتی در سرش فکری به تشکیلات زید برآمدن را نمی‌کند. برید. او را برید. تا عقلش به جایش نآید به او خوراک ندهید. کنی درآید. زودتر. این را جناب سبا فرستادم. آماده شوید. یک خائن را پیشواز میگیریم. خواهش جناب سبا. خدا مددگارتون خواهد. خدا راضی باشد دخترم. السلام علیکم. انا اینجا گذارید. تشکر دخترم. به دستی ما افتادی. دستگیر شدی. میدونم دخترم. لیکن من به این هم محبوسم. به دستی تشکیلات افتادی. هر چی یافتم گرفتم. ما این رو هم اینش رو بده. آقای دکتر هم آمدن. خوش آمدید آقای کلی برم آقای دکتر. مرحبا. امروز دکتر نیست، امروز داماد است. امروز شستن باید گل میوردی الدو. من؟ آقای دکتر من در این ده گل رو از کجا میابم؟ آقای دکتر شما غم نخورید، اینجا عادت ما دیگر است. بله در ما گل نمیدهند، اما بینید برچه داریم. و هر روز برچه را میدیم. نامش گل است، نامش را من گذاشتم. من رسم آیین شما رو نمیدونم، کمک میکردید؟
راست کمک میکنیم البته. اینها برای چی لازمند؟ طرف عروس شربت می‌آورد و با ظرف‌های برده ما همه را مهمانداری می‌کنند. آن طرفش خوب می‌شود. خواطر نشوید. لازم نیست. شما را زحمت دادم. رفته برادران. تو نمی‌آیی دیلو؟ خب باش من اینجا مانم. در این روز خورسندی مرا تنها نگذاری. حالا روزهای خورسندی زیاده در پیشن. بازرنم همراه خورسندی میکنی. گریه کردی دیلو؟ من از خورسندی میگیرم آقای طاهر. تشکر دیلو. آقای دکتر زودتر میرویم بیله برچه هم حتی به سخت شد. رفتیم برادران زودتر راه گردیم میرویم. آقای طاهر زودتر باشه میرویم. این چیه دیلو؟ اونها با کجا میروند؟ آقای طاهر برای خواستگاری زینب میروند. نه خود پدر دخترم از دست دواگرانی خونینمان گریخته به دست تشکیلات افتاد. من باشم از پس او رفتم. شخصانی گفته اون را باشد نمیشناسم. ما را مجبور نکن، حالت بد میشود. گپ زن و رها یاب. دخترم شما خطا میکنید. گفتم که من آن آدم ها را نمیشناسم و خدا برای دمت رو گیر. تا راستش را نگویی برای تو خوراک نیست. این لعلی را بر. تا من نگویم به او خوراک نمیدهی. و کی گفتم بر؟ مالش هرچی که شما فرمایید. گاب زن ابلا وگرنه از گرسنگی میمیری. خدا که من برای دخترم به کوه رفته بودم. مکتوب رو من مسینون میدیم. مرحمت مجده. با تو راه سفید. تشکر. سینون خزید. چی گپ شده است؟ آرام خواب کرده هم نمی شود. خطکشان اومد برای شما مکتوب. خطکشان؟ چه مکتوب بوده است؟ خبری بد است اکای سینون. مرکز مرا بگاه دیدن میخواسته. برای چی؟ کاری مسجد را تمام نکردیم. شاید برای همین باشد. آن را از بنیامین برارن. آه کچا و همش تو گناهکار. راه ده هوا تاریک نشده باید به دهر رسید. راه ده خدایا راه ده جای دکتر همینجاست. راب نترسیدن. خاطر نشم. تو با من نمیایی؟ من به این کار دخالت نمی کنم. فرمان چنینه.
ببخشید شما رو ترسانیدم. با من دکتر طاهر لازم. بیهوده انتظار نشوید. آن کسی بیگاه نمی آید. من باید طاهر را ببینم. شما بیمارید؟ نه از شهر اومدم. دوست نزدیکش هستم. خواستم را خرسند کنم. التماس مرا به نزدش برید. معنیش رفتیم. ببخشید ممکن است چیزی چرا را اینجا مانم؟ البته نمید. مرحمت. تشکری زیاد. انا در همین جویم. تشکری زیاد. شما میتوانید روید. شبی خوش. شبی خوش. مبارک شود مبارک شود مبارک شود. آقای حامد میتوانستند دیگر چاره نیست. بله آقای حامد راست میگویند. توی را هم می‌دراندم. خدا خواهد خرید توی را من به عهده میگیرم. بله انشاءالله. بله پولش را من میارم. چی میاری؟ همین خانه دارشوی آنها نمیرسید. اینها که یک جای شدن کی میداند به سرمان با چی بالاها را میآرند. و خدا شما بخواهش دارید. توی خودم باشد. آقای دکتر خدا وقتی تدریدی هم دیگر موافقه. به همتون تشکر. شما رو زحمت دادم. خیلی نگوید دکتر. در نزد خوبی هایتون این هیچ است. بله خیلی برادران بیایید برویم. آقای دکتر پیش از روی باید استراحت کنم. استراحت کنم. سلامت باشید. سلامت باشید. شبی خوش. شبی خوش. مبارک شود آقای دکتر. بار دیگر مبارک شود. خدا وقتی تدریدی هم. دکتر من آمدم طاهر. تو؟ برای با تو حسابم را برابر کردن آمدم. مرا چی در روزنامه ها عکست رو دیدم طاهر. یک دکتر فداکار در دهه دوردست بوده است. توبه. همه روی اصلی تو را خواهند دید. تو خواهرم را کشتی. من تو را میکشم. دکتر تو کیستی؟ احمق با من عزیز نشوید. کنی مگر نمیفرونم. عزیز نشوید. پرسو میگویم بس. تو کیستی بگویم. دور شوید. نمیفرونم. سلاحت را پرسو میگویم. نمیفرونم. تو را میکشم. راه رئیس باید ایسته چه شما با هم دیوانه شده اید؟ کیستی نابکار. صبر کنه. آقای رئیس دکتر را داشته میخود میبرید. که دکتر را میفرمد رئیس. ایسته داخل. یک فهمیم چیست کی میخواهد؟ های برادر از جان اسیر شده ای. چرا در این جاها سلاح به دست گرفته میگردی؟ پیش درو و به خانه تا روید. آقای دکتر بخیر است آقای دکتر. خدا نگه دارد. خوب هستید؟ آقای دکتر بخیر است. خوبم. آقای دکتر خدا توبه. با این دکتر چی شد؟ نمیدانم کمی ناتاب مینماید. شاید کمی ترسیده باشد. آپای زیلون آپا خیزید.
آپای زیلو آپا خیزت خوروک آوردم آپا آب حوزی آپا خیزید آپا آب آوردم خیزید چطور میکنی ها؟ خیز از جایت واقعی هم کاری میکنی گفزن من جاسوس نیستم با خدا که جاسوس نیستم من از چیزی خبر ندارم تنها با خود نمیدونم تا نگوی راستش را گوی مقصدی با تشکلات همراه شدن چی بود ها؟ گفزن چی بود؟ گفزن یگان چیز گفت؟ نه اما زیاد طاقت کردن نمیتواند از دستی من چی رها یافته است لازم خواطر نشو من کاردار نمیشوم خودت میدانی همین که به جاسوس بودنش قایل شد مثل دیگران میمیرد پیش از مردنش اعتراف کردنش را به نوار گرفته به همه قرارگاه ها فرستید بگذار به همه خائن ها عبرت شود اطاعت زازم خواب نمیکنی کلیشش نرد شو نتوانستم پدر او را کشتن نتوانستم قصاص خواهرم رو نگرفتم من انتقامم رو میگیرم پدر میگیرم کاسده شد بیار برادر خوب هستی؟ خوبم تشکر برای تو چه آوردی؟ دستتون درد نبیند مرحبا شید کو گفزن برادر تو با این دختری ما چی دعوا داری؟ کنی بگوی؟ آن لعنتی در واقع جراحی کردنش خواهرم را کشت خواهرم خیلی جوان بود در نتیجه یک جراحی خوردک خواهرم را از ما ربود لعنتی اکنون من او را میکشم من خطا نکردم بیمور با عیب من نبرده بود اسفان ها رو نتوران اینجا چی کار میکنی؟ با فرمان جنابی سبا برای بردن معلمه آمدم آقای رخه چرا اینقدر زود آمده؟ کمی صبر کنه دخیر امروز باید معلمه رو برم روز بخیر احمد جان برای چی آمدی زینب؟ برای خوراکی برای چی آمدم خب مایلش معلمه رو به خونه مسلم فرستاد وگرنه دخترت میمیرد آقای طاهر
آقای طاهر در رو کشوید. آقای طاهر کشوید. برای همش تشکر زیاد. دقت باش. ها به من گوش کن برادر. تو میخواهی دختر را کشی، اما این آسان نیست. سیلهاداران خیلی کوشش کردند اما کشته نتوانستند. این دختر و مثل گربه است، همیشه با 4 پایش میافتد. فهمیدی؟ از دست من رها نمییابد. کنی بینیم از اودش میبرامده باشی یا اینکه نه؟ خیر برای کار. دکتر با کجا؟ با خدا این دیوانه دکتر رو میکشد. در حال رفته به حمید خبر میرسونی که برای دامادش چاره اندشد. همینطور؟ البته به دکتر رو تو چی؟ تو چرا دخالت میکنی؟ به سرت بلا خریدن میخوایی؟ کنی بدرون درا؟ درا بدرون درا. امروز از خانه بیرون نمیبرایی. فهمه؟ خدای توبه، در درون است و درون نمیکشاید؟ بله اماکی امید، مرا دیده پرده را پوشاندن. حیران موندم. به نظرم کمی ناتوب نمودن. کمی پیشش آمده بود. دیشب شخصی سیلهادار به دکتر هجوم کرده است. دیروز بگویی از شهر یک دوستشان آمده بود. اگر سیلهادار بیگانه باشد پس همان است. خدایا توبه، اون آدم کی باشد؟ رفته فهمیدن لازم. بخیر است اکای حمید، با کجا میروید؟ بخیر است انگه، بخیر است. به نزد داماد رفته میآید. شما بیمارید؟ خواطر نشود انگه هیچ چیز نمیشود. شود هم دامادمان دکتر است. همین طور نه انگه. راست میگویید. طاهر پسرم در افشا. آقای طاهر آفرین. آن همین موضوع رو در دفترهایتون نویسید. خوش. شما هم نویسید. آفرین. امروز درست رو خوندید؟ شما هم نویسید بچه ها. آفرین آفرین. وظیفه رو تیار کردید؟ تیار کردید؟ بله. آفرین. امک جان شما با اینجا نمی آمدید. یگان واقعه شد؟ وای زن مسلم از تو درس گرفتن میخواسته است. همون زن او بود؟ بله. همین که درسم رو تمام کردم زود میروم امک جان. با شما چی شد امک؟ خوبه؟ خوبم. با فکرم شما چی مشکلی دارید؟ یا اینکه بیمار شدید امک؟ نه خوبم. بیا دخترم رفتیم. بیا چی شد؟ یک دستمانه داشتم تیلویی بود. آن رو فراموش کردم. شما رفته انگیرید، من از پستون میایم. ما تو را انتظار میشیم دخترم. رفته گیر. زود. نزدیک استید. برابر شو. راست شو. برابر شو. به من گوش کنید. در نبودنم سردار مژده است. فهما کسی به فرمانم اطاعت نکند وای بر حالش. مرا فهمیدید؟ مژده اینجا بیا. گوش کن مژده.
اگر من بر نگردم قماندان که چه است فهما؟ چرا بر نمیگشته؟ مرکز شاید مرا جزا دهد. چی بودنش را نمیدانم. میلش با دقت باش. مرا فهمیدید؟ تو با من بیا. کنی همه از پسی کن پراکنده شود. زودتر برفین مرا سرده من روم. چیها میگویی ها؟ چیها میگویی؟ کنی رو از دستم. تو حالا همه رو نشناختی برفین. ما انجک دیخواهیم. من آیشه دختری روسته. خودم گفت زده ایستاده ای اراب گفتم. من یکم رو که رو نمیشناختم. بس کن چقدر گریه میکنی؟ گفتم که آیشه رو میارم تو گفت رو نمیفهمی. بله میدونم میارم گفته بوده. بس آخر گریه نکن. من برای آیشه نمیگیرم. من برای دیگر چیز میگیرم. خدایا توبه حاضر تبم خیر است. مرا به قدم نار. گبزن چرا گریه میکنی؟ میگویم اما کسی نباید فهمد. نیلش گبزن زینب بیمار است. سرطان است. چی؟ سرطان؟ تو چی ها میگویی؟ عمرش کم مانده است. جوان است. خدا مدد کند. خاک بر سر من. حامد او در خانه نیست. در کجاست؟ به نزد دکتر رفت. آخر با این طور نشستن پسرم کاربود نمی شود. کنی دردت رو گوی. حل میکنیم کمک میکنیم. من در نقطه طبی میشوم آقای طاهر. رو دخترم رو. آبا کنی داماد دردت رو با من گو. شنوم. اهمیت ندهید. چیزی که به خاطر آوردن نمیخواهم. چیزی که نباشد با آن شخصی نوآمده علاقه دارد. با سلاح به تو هجوم کرده است. گوش کن داماد ما هم سلاح داریم. کار را این طور نمیگذاریم. دانسته باش. من با سلاح کار ندارم آقای حامد. حامد زود باش. شده است اکا چی جان زینب در خطر است. چی؟ شما چی میگوید؟ چی خیل خطر؟ با زینب چی شده است؟ دخترت به دام سلاح داران میافتد حامد. اکا شما از کجا میدونید؟ دام را من گذاشتم حامد. برای جان دخترم را خریدن. دخترت را به تشکیلات فروختم. در کجا برای زینب دام گذاشتید؟ باید به خانه مسلم رود. سلاحداران او را از همانجا می‌دزدند. زینب حالا در کجاست؟ نمیدانم. شاید به خانه مسلم رفته باشند. رفتیم داماد. خیز میگویم بیدار شو. مادر جان بیایید خوراک تیار است. برفی برو
پسرم بخیر است مادر جان. گویا ما رو تا حال ندیده باشید. ها راست گویا ما رو ندیده اید مادر جان. راست میگویی. جوری میکنم کمی بیدار شو. این چه خیلی خوب کردن بوده است؟ با کی میگویم؟ بیدار شو. با کی میگویم؟ چی؟ یاریدیه بیخوده داد نزن. یاریدیه کسی با تو کمک نمیکند. چی جرأت میکند کسی با کاری من بینی خلاند؟ بینیش رو میبرم. گشتم این بوزی هایت را بس کن. خیلی زودتر گفزن گفتم. برای چی کار میکنی؟ همراهانت کی زده؟ چی میگویی؟ گفزن آخر. خیلی دختر چه خیلی دختر آخر او را میکشی. با کاری من دخالت نکن. یا گب میزنی یا میمیری. در محکمت رفته است. رفتیم. اون خونه در کجا بود؟ کنی گابزن پاسبان اگر خبر دهی هم تو و هم دخترت میمیرید. فهمیدی؟ غمشین ده نگاه کن. خوب نگاه کن. اینها هم مثل تو هن. از 50 نفرشان 39 تاشون را کشتیم. تو را هم میکشیم. قبول کن وگرنه تو هم از اینها میروی. من جاسوس نیستم. یعنی همین سهرا؟ در کجا بود؟ زودتر آقای حمید. آقای حمید با شما چه شد؟ خوبید؟ من خوبم. تو رفت زینب را نجات دید.
با فکرم همینجا. خوش آمدید خانم معلمه. مرحبا ببرید. گبزم نگویا. خدایا توبه. شوهرم زنده است. چی گفتی؟ بس کن. برداره. خیز. با نوار گیر. دخترت در دست تشکیلات است. اگر گپ نزنی و این نوار به دست تشکیلات افتد دخترت میمیرد. مرا فهمیدی؟ مایلش گپ میزنم. به نوار گیر. گرفته ایستادم. من جاسوسم. برای دولت کار میکنم. دیگر گفتنی ندارم. با جای قتل بری. خیز. مرو سردی. سلام. شما کمتر میخواستید. خیلی خورسندم دارم. ما تو رو انتظار معلم. شما کسی؟ راهگرد نگویم. اومد نبرو راهگرد. ایست نگویم. ایستو. با من نزدیک نشم گفتم. سرده نگویم. گفتم که کاردار نشو دکتر. وگرنه هر دیتون را میکشم. راه از اینجا برو با هم گذار. راه از اینجا. اکنون تو میمیری. آروم شو. آروم شو. پیراهن تقدیم. فیلم سال 2011 در مدرک پرودیوسری سیما پروداکشن از ترکی و تاجیکی گردانده شد.